بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث در صحيح الترمذي است. 682 رقم حدیث. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که اذا كان اول لیلة من شهر رمضان، هنگامی که یکم روزی یکم شبی ماه رمضان می درآید، یکم شب از ماه رمضان وقتی که در آمد، صفدت الشیاطین ای شیطان ها بسته می شوند، ای زنجیربند می شوند. صفدت الشیاطین و مردت الجن، و یک نمودی از نمودهای جن، نامشون مردت الجن. و غلقت ابواب النار، و دروازه های دوزخ بسته می شوند. فلم یفتح منها باب، و یگان دروازه از دروازه هاش گشاده نیست. و دروازه های بهشت باز می شوند، و یگان دروازه از دروازه های بهشت بسته نیست. و ینادی مناد، و نداگری یا که نداکنی ندا میکند، فریادکنی فریاد میزند، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، ای خواهنده خیر به پیش، ای خواهنده خیر بشتاب. که رمضان آغاز شد، به عبادت بشتاب، به روزه و نماز، به ذکر و قرآن بشتاب، به عبادت الله شتاب کن. و یا باغی الخیر اقصر، و ای خواهنده بدی و زشتی و ناسزایی بس کن، دست دور کن از زشتی ها و حرام و از همه چیز. بین پیغمبر امرت میکنه، ای برادر امرت میکنه که کوشش کن، شتاب کن. اگر خیرخواه باشی، در خیر و در عبادت تلاش کن، کوشش کن. اگر تو انسانی نکوکار باشی، در نکویی تلاش کن. اگر تو انسانی بدخواه باشی، پس هم بدخواهی را من کن، بس کن، خودت بدار، نفس بدار از بدی. چی نمود بدی نباشد و چی نمود خیر نباشد، کوشش کن. و چی نمود بدی نباشد، بس کن. ولله اتقاء من النار، و برای الله رها کننده های هست از دوزخ در همین ماه، که آنها را در همین ماه رها میکنند از دوزخ. از جمله رها کرده شدگان تر می نویسه اگر تو کوشش کنی. و ذلك کل لیله، هر شب همین کار، هر شب برای الله چی هستند؟ آنها آدمان، نفرانی هستند که آنها را الله عز و جل از آتش دوزخ در شب رمضان رها میکند، یا که از جمله رها کردگان می نویسد.